سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان عزیزم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز قراره روی این یه کار رنگساز رو انجام بدم و یه نکته خیلی مهم راجع به رنگساز رو براتون بگم. اولا اینکه همکارای محترم، برای چی رفلکتگیریتون رو انقدر از رنگ‌های تیره استفاده می‌کنید که توی ترمیمات بعدی هم ما و هم خودتون به مشکل بخورید. و دوم اینکه بماند که حرف همیشگی من این هستش که پایه بالا گرفتن از مو به هر قیمتی نباید انجام بشه و موهای این دوست عزیزمون بر اثر دکولوره باعث آسیب شدید و در نهایت کوتاهی کامل موهاشون شده. نکته‌ای که در مورد رنگساز هستش اینه که جدیداً داخل صفحات مجازی می‌بینیم که یک نفر با یه تک رنگ میاد و جلوی دوربین شروع به رنگ‌آمیزی مو میکنه و میگه چرا هنرجوی رنگو میترسونید و کلی رنگ بهشون میگید و اونها رو سردرگم میکنید. اگر ما از 3 تا رنگ در ترکیباتمون استفاده میکنیم به این دلیل هستش: رنگ اولمون رنگ پایه هست برای ماندگار شدن رنگسازمون، دومین رنگمون رنگ رفلگیرمون هست و سومین رنگمون رنگ لیفت دهنده یا همون رنگ انتخابی مشتریمون که اگه این 3 تا رنگ استفاده نشه ماندگاری رنگ پایین میاد و به سرعت با یک بار شستشو از روی سر پاک میشه. و در مورد